ارسال بهتاش میساقیان داره میره تیکه تو دروازه، گل برای داماش گیلان. گل دوم رو سینا عباسی مدافع گلزن داماش گیلان در 44مین دقیقه از زمان بازی به ثمر رسوند. خوشحالی امباپه‌ای هم رفت، ارسال عالی بهتاش میساقیان که ارسالی کرد بهتاش میساقیان و سینا عباسی باز هم بین راه قطع کرد و داماش رو به گل دوم رسوند. داماش 2 عدم تبریز 0.